خب برنامه یاد خود شروع میکنیم. یه سری توضیحات در مورد ایثار نتورک میدیم، اینکه ایثار نتورک چیه و توی چه بسترهایی فعالیت میکنه، از در واقع با چه محیط هایی سازگاری داره و در ادامه که در مورد فاندرش میگیم و کارایی که کرده. ایثار نتورک یکی از پروژه‌های کلیدی توی اکوسیستم پولکاداته که با هدف تبدیل شدن به مرجع قراردادهای هوشمند طراحی شده. این شبکه بر پایه سابستریت ساخته شده و به توسعه دهنده ها این امکان رو میده که بلاکچین های اختصاصی خودشون رو راه اندازی کنن بدون اینکه نیاز به بازنویسی کامل از پایه داشته باشن. سابستریت یک فریمورک متن بازه که توسط پاریتی توسعه پیدا کرده و هسته بسیاری از پروژه های پولکادات رو شکل میده. این چارچوب انعطاف پذیری بالایی داره و توسعه دهنده ها میتونن بر اساس نیازهای خودشون شبکه‌های بلاکچینی سفارشی ایجاد کنن. و در ادامه اون چیزی که من اول گفتم پشتیبانی از EVM و WASM داره. یکی از نقاط قوت ایثار نتورک سازگاری با دو محیط قرارداد هوشمنده: ماشین مجازی اتریوم که EVM نام داره و دومیش وب اسمبلی هست WASM. EVM چیه؟ WASM چیه؟ EVM امکان اجرای قراردادهای هوشمند اتریومی و استفاده مجدد از ابزارها و اپلیکیشن های موجود میده. وب اسمبلی محیطی پیشرفته تر و سبکتر برای قراردادهای هوشمنده که آینده مقیاس پذیری و امنیت بلاکچین ها رو تقویت میکنه. این ترکیب باعث شده ایثار نتورک پلی بین اکوسیستم اتریوم و بلاکچین های نسل جدید خودش باشه. مدل بعدی که داره دیاب استیکینگ، ویژگی متمایز ایثار نتورک مدل دیاب استیکینگ است. توی این مدل کاربران میتونن با استیک کردن توکن ایثار از پروژه های منتخب حمایت کنن. در عوض هم کاربران پاداش دریافت میکنن، هم توسعه دهندگان به یک منبع مالی پایدار دسترسی پیدا میکنن. این سازوکار باعث میشه توسعه دهنده ها بدون اتکا به سرمایه‌گذارهای سنتی منابع مالی لازم برای رشد و توسعه اپلیکیشن های غیر متمرکز خودشون رو داشته باشن. همچنین منافع کاربران و توسعه دهندگان همسو شده با یک اکوسیستم پایدار و هم‌افزا. مورد بعدی تغییر مسیرهای استراتژیکه. توی سالهای اخیر ایثار نتورک مسیرهای متنوعی رو دنبال کرده. به عنوان نمونه توی سال 2024 یک ZK EVM اختصاصی راه اندازی شد تا پلی بین اتریوم و ایثار ایجاد کنه. با این حال توی 31 مارس 2025 فعالیت ZK EVM به طور رسمی متوقف شد. بعد این تغییر تمرکز شبکه بار دیگه روی بلاکچین لایه 1 و ارتباطات درون اکوسیستم پولکادات قرار گرفت. این تصمیم موجب شد جهتگیری پروژه شفافتر بشه و منابع اون به جای پراکندگی روی توسعه هسته اصلی متمرکز بشه. توکنومیکس ایثار به چه شکله؟ یکی از موضوعات کلیدی برای سرمایه‌گذاری توی پروژه بلاکچینی بررسی توکنومیک. توکن ایثار توی سال 2025 تغییرات مهمی رو توی این حوزه تجربه کرده که خدمتتون عرض شد. خب تا اینجای کار امیدوارم که لذت برده باشید و حتما چنل ما رو دنبال کنید. نشانی چنل ما توی لینک زیر قرار داده شده به نشانی Persian_ ایثار نتورک و چنل یوتیوبمون هم که اسم خودم هست، میتونید اونجا ما رو
دنبال کنید و خیلی خوشحال شدم که در این بازه تونستم که معرفی برای شبکه ایستا نتورک داشته باشم. تا اپیزود دیگر، بدرود.